روز میبینه به یک زن چند مرد میگردن. شب و روز کدام برچه که دیوال میبینی یک لامشکه درگیخته است. ساعت 11 12 بدبخت خواب نمیاد. اولین کاری که داماد میکند انشاءالله خدمت کردن مرد بعد پروردگارا همین زنی منه زنی صالحه کن، زنی نماز خوان کن، زنی عبادت کننده کن، زنی که خدمتی منه کنه خدمتی پدر عروس میشه. فقط یک هفته شیرین یک ماه شیرین 15 روز شیرین بسر میشه. تلفن ایشو کرید باقی گپ زدودی دست از حقارت دارد که دامون در سید ما نیست از یک زن. داملا جان همین شوهر من مسجد شما می رود، نماز جمعه می رود، نماز جمعه می خوند، 5 وقت نماز می خواند، لیکن از دهنش نجاست می ریزد. خد حقارت تا بالا میکنه، هیچ کم نماز است. با شما باد صدای خدا. آماده شدن را فراموش نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، حمدم مر خداوند را بعد قطرات باران و برگ درختان، و حمدم خداوند را بعد ریگ بیابان و دورهای زمین و آسمان، و حمدم خداوند را بعد ستارگان و کفک دریاهان. الا این نقشی عجب بر دری دیواری وجود، هر کی فکرت نکند نقش بود در دیوار. تا قیامت سخن در کرم و قدرت اوست، همه گویند و یکی نگفتن نآید به هزار. مکرم است به نامی تو افتتاحی کلام، تبارک اسمک یا ذوالجلال و الاکرام. و بسم الله خدایا تیز کن تیغ زبانم را، به رحمان و رحیمت نصرت قرین گردان بیانم را. اجنام خوشتر در جهان به بسم الله نیست، زانکی بخشنده عصیان بجز الله نیست. محترم جماعت، اولا اهل این خاندان را به مناسبتی انشاءالله توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارک باد میگیم. و آن دعاهایی که بزرگان اسلام در حق انشاءالله داماد و عروس کردن، ما همین دعا را میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای پاک و پروردگارا، آن محبتی که بین آدم و حوا پیدا کرده بودی، خدا آنو بین این دو نوجوان پیدا نما. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. خداوندا آن محبتی که بین یوسف و زلیخا پیدا کرده بودی، بین این دو نوجوان خداوندا پیدا نما. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجه الکبری. ای پاک و پروردگارا، آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه کبری پیدا کرده بودی، خدا آنها بین آنها پیدا نمایی. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. پروردگارا آن محبت پیدا نما بین این دو نوجوان، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا. پروردگارا در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خود کرامت نمایی. و در چندین جای قرآن کریم و ما تعلیم دادی استعیذ بالله رب حبل من لدنک ذریة طیبه. پروردگارا حب کن از نزد خودت برای ما فرزندهای چی صالح و صالحه. رب حب لنا من ازواجنا و ذریتنا و قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. پروردگارا حب کن از نزد خودت برای ما زنهای صالح و فرزندها که از این صالحی و زنها چشمها روشن و دلها شاد گردد و بگردان ما را از امامان متقی. و چندین دعاها است، البته به اینها دعا میکنیم. البته الله سبحانه و تعالی به اینها محبت پیدا نماید
و محبت صمیمی و محبت حقیقی را الله پیدا نماید تا آدمی که در دنیا هستند البته خدمت یکدیگر را به جا بیارند. الله سبحانه و تعالی محترم جماعت در قرآن عظیم و شان چندین جاش درباره نکاح یعنی خانه‌دار شدن با واسطه نکاح برای ما شما توصیه میکرد. در سوره نساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم تن النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی خداوند گفت بس یعنی شما خانه‌دار شوین با زنها با واسطه نکاح. یعنی نکاح کردن عزیزانی من این فرض است. باید که جوان بچه جوان دختر با واسطه نکاح یک جای شود انشاءالله خدا خواهد. یعنی در نکاح ایجاب و قبول فرض است. باید که انشاءالله سپارد قبول کند نزد دو شاهد بعد حیات بسر برد. به نکاح یعنی در اسلام عزیز یک جای شدنی مرد و زن حرام است. و واسطه به نکاح یک جای شدند الله سبحانه و تعالی غضبش می آید. الله نگه دارد خدا خواهد انشاءالله. با واسطه نکاح ما و شما چکار میکنیم یک جای این نکاح بخت است، نکاح شادی است، نکاح فیض است، نکاح برکات است در خاندانی ما و شما الحمدلله. الله سبحانه و تعالی با واسطه نکاح حتی اینکه پیامبر میگه اگر شما کم بغل باشین با واسطه نکاح الله سبحانه و تعالی شما را بای میکند. یعنی در خاندان شما فیض میدارد، برکات میدارد. به نکاح چی؟ در خانه شما بلا میبارد. در خاندان شما انشاءالله یک جا شدنی شما هر یکش گناه هست نزد الله. فرزندهایی که با وجود می به واسطه نکاح و یا همش در شریعت اسلام حرامی حساب میشود. الله نگه دارد. امروز جوانان را بسیار نصیحت کنه، جوان پسرها و دخترها را امروز بسیار نصیحت کنه که ما شاهد شده هستیم پیش از نکاح اکثرش یک جای شوی، پیش از نکاح به یکدیگر در کوچه ها دست قپر گشتن و هاکذا این حرام است. عزیزانی من از الله ترسین انشاءالله خدا خواهد. ما مسلمانیم الحمدلله، مسلمان زادیم، مسلمان میریم انشاءالله خدا خواهد. برم مسلمان مریم. اون چیزایی که در اروپا شما میبینه در کینا فیلم هایی که مخصوص کافرها تیار میکنن شما میبینه او خیلی زندگی نیست که روز میبینه به یک زن چند مرد میگردن. خدا نگه دارد. الله سبحانه و تعالی برای یک زن یک مرد است انشاءالله خدا خواهد. برای این سال شما رحمت در خاندان تو دختراتون بچه‌هاتون کنترل کنه شب و روز. کجا میروند؟ این وظیفه پدر و مادر است که بچه دختر هر روز کنترل کند. کجا میرادیم؟ به کی گام میزنند؟ امروز این بدبختی تلفن‌های بدبخت شد. ایشه بروز کدام برچه که دیوال میبینی یک لامشکه درگیخته است. ساعت 11 12 بدبخت خواب نمیرود. مرد از یک بار زنگ گفته و دختر مرد شو گفته انشاءالله. ولی میکنی خدا خواهد. در روسیه میگن کردگی ها خدا خواهد پشیمون نکرده ها در ارمون. ولی میگیری خدا خواهد پایسته نتونسته احمق شده انشاءالله خدا خواهد گریسته میگردی بعد. همین انشاءالله رسا اعتبارتیم. رسا ما و شما مسلمانیم الحمدلله. خداوند ما را مسلمان دنیا آورد. باید به عقیده اسلامی به عقیده مسلمانی این دنیا را ترک کنیم انشاءالله. فقط به یک آبرو نزد الله رویم، به یک آبرو پیش چی پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم رویم. نزد مولا بردن است عزیزان من. آخر زندگی مردن است، مرگ است. میمونه 50 سال بدسمی، 60 سال بدسمی، 70 سال بعد باید به یک آبرو نزد الله ریم، به یک آبرو نزد خداوند پیغمبری بزرگوار پیغمبری نازنین محمد صلی الله علیه و سلم اله خدا بردن برای ما شما مناسب بیند انشاءالله. یک چند وظیفه هست برای داماد و یک چند وظیفه هست برای عروس. کمتر باشدم انشاءالله حرکت میکنیم بیان کنیم تا که آنها چکار کنند یک دیگر انشاءالله دوست دارن. واجباتی نکاح چی است؟ دو چیز است. واجباتی نکاح محبت کتی آداب است. وقتی که الله سبحانه و تعالی مناسب دید شما انشاءالله خدا خواهد عهدی نکاح شدین انشاءالله عائله که برپا کردین دو واجباتی دارد نکاح. یکیش
انشاءالله آداب است، یکیش محبت است انشاءالله خداوند. اگر محبت نباشد به عائله برپا نمی شود. عائله به محبت زندگی خوب نیست. البته انشاءالله یکدیگر را دوست داشتن هست در اسلام، یک مراتب یکدیگر دیدن هست، یکی به این معنی نه که خداخواهد به دیگه کی دیده هر روز کنکنی و کوچه به کوچه هر روز خداخواهد شب به شب نه. یک بار دیدی معقولش کشید تمام خداخواهد. اون پدر تا مادر که گفتی که فاتحه کردن شد دیگه فاتحه نکاح نیست. نفهمیدیم از کجا افتیان. این فاتحه دیگه یک رمز است خلاص. این نکاح و حلال دیگه چیز نیست برای شما. برای شما حلالیش فقط چی میشود؟ نزد دو گواه ایجاب و قبول که انشاءالله میشود. برای این انشاءالله خدا خواهد وقتی که شما عائله برپا میکنین اولین کاری که داماد میکند انشاءالله خدمت کردن مرد و زن واجب است. از یاد نبرید. خدمت کردن زن باشد به مرد واجب است. هرچند یک چند وظیفه بالای مردان دست باید که ادا کنند و یک چند وظیفه بالای زن است باید که چکار کند ادا کند انشاءالله عائله برپا کند. من وقتی که میگد عروس میارن شب اوله خداوند امام غزالی رحمت الله علیه در کتابشون تعلیم دادی. وقتی که میگد عروس میارن داماد رود از پیشونیش بوسه کند و انشاءالله خدا خواهد هرچند دو رکعتی نماز نفل خواند و دعا کند. مرد میگد پروردگارا همین زنی من زنی صالحه کن، زنی نماز خوان کن، زنی عبادت کننده کن، زنی که خدمتی من کنه، خدمتی پدر و مادر مکنه، خدمتی خواهر و اکا و دادر مکنه. میگه دعا کند. زنم میگه دو رکعت نماز نافله خونه شکرانه بجا بیاد که الحمدلله همچنان مردی صالح برای من چیزی مناسب دیدی میگه. و یک دیگر دعا کنن انشاءالله از الله سبحانه و تعالی فرزندهای صالح و صالح انشاءالله خدا خواهد باید پرسد. خدا سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شأن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشرهن بالمعروف، یعنی شما با همسراتو زندگی خوب کنید، چنان زندگی کنید که انشاءالله خدا خواهد نه شما زن آزار دهنده باشید نه زن شما را آزار دهد. باید که ما شما انشاءالله چنان بهترین مرد همان مرد است که چی است؟ لوز شیرین داشته باشد. خیارکم لنسائه، پیغمبر بهترین شما مرد همان مرد است که به همسرش معامله خوب میکند. به همسر انشاءالله خدا خواهد سخن شیرین میکند. چیه که بعد بیگانه چوجو میکنی خدا خواهد چوجو ببینی همسیمته گورته خدا خواهد 3 ساعت اکسنس کدی میجکی بعد زنت کدی خدا خواهد انشاءالله عاد گبی خوب داشته باشی عاد نغزی کنی بزنت. همین است. اول انشاءالله بهترین پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم 11 زن داشتن. با زناشو چنان معامله شیرین میکردن که هر یک تاش آرزو میکرد که محمد 1 دقیقه دور نشود. شیرینم میگفت، عسلم میگفت، ریحانم میگفت پیغمبر. حتی از عایشه مادام نگفتن که ای عایشه از کجای پیاله چای خوردی که لبت رسیدگی است؟ من لب در همون لبیتمونم. محمد دوست میداشت از موری خداخواهد گروبی نبود پیغمبر. با شما خداخواهد آزی عروس میشه خداخواهد 1 هفته شیرین 1 ماه شیرین 15 روز شیرین بسر میشه. تلفن ایچو کرید باکی گفت دادی و چکر آدی کجا رفت دادی آقا در ته پار نلنگه. اخو آزاد بود خداخواهد میگه چیکار میکرد اکن که گرفتیش اکن تو کنترالش میگیری. خودی که خودت به عیب هستی تو عیب نداری. خداخواهد بدتر دختر گرم میزنی و عیبت نیست. یعنی اسلام خیر نیست. اسلام چی از آداب است. اسلام الحمدلله معامله خوب است، رفتار و گفتار انشاءالله خوب است. پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم چنان با زناش معامله شیرین میکردن. گفتن بهترین متاع دنیا است. عزیزان من بهترین متاع دنیا در دنیا چی است؟ زنی صالح است. زنه گرفته میشد برای 4 چیزش تون که المرأة لعمر جنی نکاح کرده میشد. زنه میگه برای 4 چیز. بعضا برای دنیاش میگیرن پول و مالدار. کسی که یک پدرش باید راخت ماشین خوب داره همه وقتشه میپرتاید. بعضا برای نسبش میگیرن. اتش رئیس است، حاکم است، خدا خواهد جنرال است. میگن یک فایدهش میرسه دختری اول بگیریم.
بعضا برای جمالش میگیرد، برای زیباگیش. یا یک دختری خشوک خواهد میدود. یک کسی برای خانواده میشد، برای دینش. علیکم بذات دین تبت یدا. وقتی شما دیندار گیرید. الله سبحانه و تعالی همش میتید، خوشروگیش هم میتید، معاملش هم میتید، حرمتش هم، عزتش هم، همه طرفا در جاش میمونه. چون که وای چی دارد؟ ایمان دارد، ترسی الله دارد. گرچه سیاه باشدم، به نور باشدم، به زیب باشدم، خالی خدا شکیر مزه میکنیم. شبروز بجای موزیک خدا خواهد قرآن گوش میکنیم، بجای موزیک هم رو معرف گوش میکنیم، بجای وای شب ساعت 3 میخید داردن. خیز میگن مردک دوره که نماز خونده و انصاف نمید مرداری خونه دی. خیز یک بار الله گفت مشب در خوز مشب در مخوز در شب بگو الله میگه. خیز حتی پیامبر میگه شب اگر ساعتی 2-3 زنی مردی سالیه خدا مناسب بیند مبادا یک تاش بیشتر بیدار شود، میگد یک کف آب بگیرد و روی زنش نزند. زنک جان خیز وقتی نماز تهجد شد. اگر میگه زن سالیه باشد میگه مبادا مرده که خواب بردمونه بیدار نشود، یک کف آب بگیره میگه در چهره زند. خیز مردک جان نماز تهجد شد، از می راحت میکنی و خدمتم میکنم انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر بزرگ در حدیث صحیح میکن ایو امراتین ماتت و زوجها عن راضین دخل الجنه. کدام میگه زنی که میگه مبادا وفات کدمونه شوهرش ایوه راضی باشه البته جنت بدهد. کدام زنی که میگه 5 وقت نماز خواند، ستر عورت داشته باشد، حجاب کند و انشاءالله خودش از مردان بیگانه نگه دارد، روزه ماه شریف رمضان دارد، خدمت شوهرش کند، از کدام دروازه جنت خواهد الله داخلش میکند، از کدام دروازه جنت خواهد. ولی همین خدا خواهد انشاءالله ما و شما چکار کنیم مکن عینا نماز خوانا خدا خواهد با زنان و معامله خوب کنیم که کوچنگی ها حوض کنن، یعنی که شوهر باشه، یعنی که زن باشه. بعضی بود نماز خوانا ما میشنیم گروبی زنش دست از حقارت دارد که دامون در سیدی ما نیست از یک زن. داملا جان همین شوهر من مسجد شما می رود، نماز جمعه می رود، نماز جمعه می خوند، 5 وقت نماز می خواند، لیکن از دهنش نجاست می ریزد. خد حقارتی تا بالا میکنه، هیچ که نماز است. خدا سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشأن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اینا خدا میگه نماز شما را از کارهای بی‌شرمی، از بی‌حیایی باز می‌دارد. اگر نماز خوانی و ایش بی‌شرمیات باشد و این نمازت قبول نیست، آره نشو. اگر نماز خوانی با اپت حقارت کنی، نماز خوانی خواهرت حقارت کنی، نماز خوانی از دست مردم آزار یابد، از دل آزار خدا بیزار.